ما یک مسئله رو خدمت شما عزیزان باید اینجا بیان بکنم، خاصتا خدمت جوانان عزیز و به طور ویژه خدمت جوانانی که هدایت شدن، به تازگی دیندار شدن، از اون دین متاثر شدن. بنابر برنامه من، دروس شیخ عبدالظاهر دایی، دروس مثلا مولانا متوکل رحمت الله علیه، برنامه تلویزیون فلان یا صفحه فلان یا شبکه فلان. دوستان عزیز، ما باید الله پرست باشیم، شخص پرست نباشیم. هیچ وقت خودتان را به اشخاص متعلق ندانید، خودتان را به دین متعلق بدانید. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتن، در بین صحابه هرج و مرج ایجاد شد. حضرت عمر گفت که محمد از دنیا نرفته، زنده است. اصلا قبول کردن این حول این مصیبت سخت بود. مثل که طرف مثلا فرزندش میمیره، میگه نه بچم نمرده، اینو دفن نکنید، نبرید جنازش. صحابه مونده بودن چیکار بکنن. یکی میگفت نه پیامبر نمرده. در اینجا بود که شخصیت قوی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ظاهر میشه و حرف جالبی رو در اونجا میزنه. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه میاد وسط، میگه ای مردم، یا ایها الناس، من كان يعبد محمدا فإنه قد مات ومن كان يعبد الله فإنه حي لا يموت. و در روایت دیگه که ذکر میکنن میگه که و ما محمد الا، بعد از اون میگه این آیه رو خواند، و ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل. این آیه قرآن کریم رو خواند. و در روایت دیگه میگه که یا ایها الناس ان كان محمد صلی الله علیه وسلم الهكم الذي تعبدون فإن الهكم قد مات وإن كان الهكم الله الذي في السماء فإن الهكم لم يمت. بعد از اون میگه که این آیه را خواند که و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. ببینید دوستان عزیز، حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم رو ما به عنوان یک شخص نمیپرستیم. ما دین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو و الهی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما معرفی کرده میپرستیم. اسلام همین شخصیت پرستی رو از بین برداشت. نصارا به خاطر چی گمراه شدن؟ به خاطر اینکه گفتن که عیسی پسر خداست، ان الله ثالث ثلاثه. یهود به خاطر چی منحرف شدن؟ چون گفتن این و قالت الیهود عزیر ابن الله، عزیر پسر خداست. اما در دین مبین اسلام الله متعال برای ما بیان می کند که محمد رسول الله ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد رسول خداست، محمد پدر شما نیست، محمد خدا نیست صلی الله علیه و سلم، فرستاده الهی است، رسول الله. اگر این در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، بعد از اون در مورد صحابه ما عمر پرست و ابوبکر پرست و علی پرست و عثمان پرست نیستیم. ما تابعین رو نمی پرستیم. ما امامان مذاهب ابو حنیفه و شافعی و مالک و احمد ابن حنبل رو نمی پرستیم. و امروز علمایی که در بین ما هستن، اینها رو ما نباید به اندازه تقدس ببریم بالا. پرستش که نه، که هیچ کس نمی پرسته. منظور از پرستش در اینجا وقتی که این آیه نازل شد که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، عدی ابن عاتم آمد یا رسول الله، چون قبلا مسیحی بود، یا رسول الله در این آیه قرآن میگه که مسیحی‌ها کشیشان خودشون رو خدا میگرفتن. یا رسول الله ما اونا رو خدا نمیگرفتیم، الله متعال چرا اینطوری گفته؟ پیامبر فرمودن که اگر اونا حلالی رو حرام میکردن، حرامی رو حلال میکردن، مگر شما از اونها اطاعت نمیکردید؟
گفت والا این کار رو میکردیم. گفت عبادت همین است. امروز هیچ عالمی رو، هیچ دعوتگری رو، هیچ مجری تلویزیونی رو، هیچ برنامه سازی رو به اندازه تقدس نرسانید. یک از علما میگه که از علما و دعوتگران در حد قال الله و قال رسول اطاعت کنید، پیروی کنید، حرفشون رو گوش بکنید، اما اون تقدسگراه نباشید، دنباله رو به اونها نباشید، چشم بسته از اونها اطاعت نکنید. چرا؟ هیچ انسان زنده ای رو شما یقین 100% نمیتونید داشته باشید که خاتمش چی میشه. به خاطر همین یک از دعای ما چی هست که الله متعال به ما حسن خاتمه نصیب بکنه. عالمی در مقابل پول دینشو میفروشه، عالمی در مقابل منصب دینشو میفروشه، عالمی در مقابل شهوت دینشو میفروشه، دعوتگری در مقابل شبهات دینشو میفروشه، بعضی دانسته بعضی ندانسته. پس برادر عزیز و همه جوانانی که همین مشکل را دارن، داعی پرست و راسخ پرست و انصاری پرست و دهقان پرست و فلان پرست نباشید، خدا پرست باشید. به دنبال افراد نروید، به دنبال دین الله بروید. من از درس‌های استاد دایی استفاده کردم تا حدی که معقول قال الله و قال رسول میگفت استفاده کردم. در جایی که حرفی زد و در اون حرف قال الله و قال رسول نبود یا مخالف قال الله و قال رسول چیزی گفته بود، در مقابلش ایستادم، حرفش رو رد کردم. پس شخصیت پرست نباید باشیم، خدا پرست باشیم، الله پرست باشیم، تقدسگرا نباشیم. مثل آخوندهای شیعه که آیت الله فلان ابن فلان، خلاص این یک عمامه سیام سرش میذاره، این فرزند حضرت زهراست و از اهل بیت است و هر غلطی که بکنه کسی حق نداره بگه بالای چشم دبروز. ما اینو نداریم. ما امتی هستیم که وقتی عمر ابن خطاب بالای منبر حرفی میزنه، اشتباه میگه، پیرزنی از اون آخر بلند میشه میگه ای عمر تو داری اشتباه میگی، الله در قرآن اینو گفته، تو داری این کارو میکنی. و عمری که به دنبال حق بود چی میگه؟ میگه عمر اشتباه کرد و این پیرزن راست گفت.